این میتونه متفاوت باشه، اما این برای اولی زندگی به هیچ وجه کسی رو به سفر زمین نمیفرستند بانو جان. بعضی از ارواح توسط سیستم آرکانی دچار پاکسازی های چندگانه میشن. یعنی بنا به دلیل آسیب هایی که بهشون وارد شده الزام میشه در بیمارستان کهکشانی یا شفاکده های کهکشانی که بنا به ترومایی که قابل حل سازی و درمان نیست کل زندگی های قبلی فرد رو پاکسازی بکنن. و این جور تجربه ها که این اتفاق میفته وقتی هم به زمین میان در ادامه تناسخ های خودشون به خاطر درمانی که در ابعاد بالا روشون صورت گرفته هیچ گذشته ای رو در کالبد اختریشون ندارن. اما این به این معنی نیست که کالبد اختری و زندگی های دیگه نداشتن، بلکه در پروسه درمان این اتفاق افتاده و وقتی که به ماتریکس و به فراموشی زمین سپرده میشن دیگه هیچ گذشته ای رو به یاد نمیارن، وگرنه امکان نداره هیچ روحی یه مرتبه به زمین فرستاده بشه. زمین یکی از دانشگاه های بسیار سخت کائنات هست. یکی از دلایلی که این چیز امکان پذیر نیست همین سخت بودن گرید زمین هست برای ارواح. اما دلایل بیش از اینی وجود داره برای اینکه یه دونه روح زرتی یه دفعه به زمین خوانده نشه. دلیل پاک شدن زندگی های قبلی به خاطر تروماهای وحشتناک و سختی بوده که فرد تجربه کرده. در بیمارستان کهکشانی مجبور شدن حافظه گذشتهش رو کلا پاکسازی بکنن که بتونن روح رو بازیابی بکنن. معمولا کسانی که خیلی تجربه های وخیمی دارن برای اینکه دوباره احیا بشن این اتفاق براشون میفته. سپاسگزارم.